بالاخره شروع شد. قسمت اول پیرمرد مشکی که با زیر 300 تومان خریدم. بریم برای بازسازیش. این ماشین مدل 85 ولی حسابی خسته است. از خسته بودن این پیرمرد بخوام بگم، صندوق داغونی داره، چراغ جلوی آب شده و بدنه پر از موجی داره که باید دستای صافکار ببوسه. همونطور که یوسف زلیخا رو جوون کرد، ما هم می‌خوایم با زیر 50 تومان این پراید رو به یکی از خاص‌ترین پرایدهای ایران تبدیل کنیم. بالاخره نوبت رسید به اولین قدم. پیرمرد مشکی رو روشن کردم و افتادم سمت تعویض پلاک. راستش یه حس عجیب داشتم، چون از امروز این ماشین رسما مال خودم میشد. بعد از پرداخت کردن عوارض شهرداری و هزینه نقل و انتقال، رفتیم برای بررسی توسط افسر راهنمای رانندگی. بعد از بررسی شماره موتور و بدنه تایید داد و رفتیم برای کندن پلاک‌های قدیمی و نصب پلاک جدید. شاید برای خیلی‌ها فقط یه تعویض پلاک باشه، ولی برای من تازه شروع یه مسیر طولانیه. بعد از تعویض پلاک وقت اولین سرویس پیرمرد مشکی رسید. اول از همه روغن کهنه رو خالی کردیم، بعد از نوبت فیلتر روغن و فیلتر هوا و همینطور روغن ترمز رسید تا موتور یه نفس تازه بکشه. همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه مهمونه ناخونده پیدا شد. صاحب قبلی مغازه که داخل شیشه الکل بود. بعد از بستن فیلتر و ریختن روغن ترمز وقت ریختن روغن جدید بود. 3 تا صلوات. کم کم داریم این ماشین از یه پیرمرد خسته به یه ماشین سرحال تبدیل می‌کنیم. رسیدیم به قسمتی که خیلی‌ها منتظرش بودن. بعد از سرویس کامل این بار نوبت تغییر ارتفاع پیرمرد مشکی بود. این اول کار رو از چرخ‌های جلو شروع کردیم. چرخ‌ها باز شدن، کمک‌ها پایین اومدن و فنرهای جلو رسیدن به ارتفاع دلخواهان برش خوردن. بعد هم رفتیم سراغ عقب ماشین. چرخ‌های عقب باز شدن، فنرها بیرون اومدن و اون هم مثل چرخ‌های جلو تغییر کردن تا ارتفاع ماشین کاملا هماهنگ بشه. قبل از بستن یه مقایسه هم بین فنر فابریک و فنر کوتاه شده انجام دادیم که تفاوتش رو ببینید. بعد از بستن همه قطعات بالاخره ماشین روی زمین اومد و نتیجه دقیقاً همون چیزی شد که دنبالش بودیم. پیرمرد مشکی یه ظاهر خوابیده و جذاب پیدا کرد. این تازه اول راهه. به نظرت این اتفاق خوب شده یا هنوز بیاد پایین‌تر؟ حتما توی کامنت‌ها بهم بگو. بریم که کمتر از 200,000 تومان رینگ‌های پیرمرد رو رنگ کنیم. بعد از تمیز کردن رینگ‌ها نوبت به پاشیدن رنگ شده. و اینم نمای پیرمرد بعد از رنگ. به نظرتون چطور شد؟ توی کامنت‌ها بهم بگید. بد یا خوب شده؟ بعد از رنگ کردن رینگ‌ها رفتیم سراغ خرید لوازم برای پیرمرد. تمامی لوازمی که برای پیرمرد می‌خواستیم رو گرفتیم. چراغ و سپر و هر چی که لازم بود. لیست قیمت تمامی لوازمی که گرفته شده آخر ویدیو گذاشتم. قسمت بعد خرید رنگ و میره برای ساختار نقاشی. اگه دوست داری ادامه بازسازی این پیرمرد مشکی رو ببینی، پیجمو فالو کن.